خب بچه بریم پارت دوم رو شروع بکنیم با سوال 71. به من میگه نمودار مکان زمانی که داری میبینی بزرگی سرعت متوسط در 8 ثانیه اول 3 برابر تندی لحظه 8. خوب دقت کن. آقا من تا این لحظه باید سرعت متوسط رو حساب بکنم. بچه 2 تا راه داریم. یا بیایم طول مسیری که میاد پایین رو x بگیریم، خب بقیه‌اش هم میشه c منهای x. یا من بیام ارتفاع این نقطه رو x بگیرم، چون بعداً تو عمودی به افقی هم اینو لازمش داره، اینو x بگیریم. خب سوال، اولا دنبال بزرگی ما دیگه منفی و مثبت نیستیم، دنبالش به هیچ عنوان نیستیم. توی این 8 ثانیه من چقدر جابجا شدم این فاصله این دوتا رو، که چون من نمیخوام منفی بشه دنبال علامت نیستم، بزرگی علامت‌های کوچیک میکنم. c منهای x میشه جابجایی من تقسیم بر زمان. یا دوست داری با شیب واصل بگو، عمودی به افقی. اگه وصل کنیم این دوتا نقطه رو به هم، عمودی c منهای x، افقی 8. این هم میشه. سوال چی میگه؟ میگه 3 برابر لحظه 8. آقا لحظه 8 خط اختصاصی خودشو داره، میشه x تقسیم بر 6. پس بچه ما 2 تا عدد داریم، یکی c منهای x 8، اگه تقسیمش بکنیم به x تقسیم بر 6، یه بار دیگه سرعت متوسط 8 ثانیه اول شد جابجایی به زمان، اینو تقسیم کنیم به تندی در لحظه 8، میشه عمودی به افقی، شیب خط مماس. خودش گفته 3 برابر است. آقا اگه این قرار 3 برابر بشه، خب اینو سادهش کنیم خیلی راحت. میتونیم دور در دور بزنیم، میتونیم ببریم اون طرف، هر جوری که خودتون راحت ترین. این هیچ فرقی نمیکنه. من دور در دور بزنم، میشه 6 تا c منهای x به روی 8x مساوی میشه با 3. اگه موافق باشین اینو به یه 2 ساده بکنیم، این میشه 3، این میشه 4. 3 رو هم با 3 بزنم، این 4x هم ببرم اونور، چی میشه؟ میشه c منهای 4x، c منهای 4x مساویه با این 4 تا x هم ببریم اون طرف، مساویه باشه c منهای x، عذرخواهی میکنم، c منهای x مساویه با این 4x هم ببریم اون طرف، میشه 4x. به راحتی c مساوی میشه با 5x و x من به دست میاد 6. یعنی مکان اون لحظه‌ای که داشتیم راجبش با هم صحبت میکردیم 6. حالا سوال چی میخواد؟ میگه جابجایی تو این 8 ثانیه چقدره؟ آقا از 30 اومدیم تا 6، یعنی 24 تا اومدیم پایین. دیگه نمیگه اندازه، تو گزینه ها منفی داره، پس 24 تا رفتیم پایین میشه منفیه 24 و به راحتی این سوالم حل شد. بریم سوال 12. بچه‌ها این سوال حالا مشابهش هم ما توی جزوه داشتیم، چند قسمتی ها، با یه تندی بری با یه تندی برگردی. بهتونم گفتم بهتره عدد بدیم، ولی قبلش یه درسنامه میخوام بگم، یه درسنامه ساده که احتمالاً همتون هم میدونین. این آزمون حالا دهمش هم تبدیل واحد بود. تبدیل واحد کیلومتر بر ساعت بچه هم برای نهایی هم برای کنکور خیلی به کارتون میاد. اگر حفظ باشید راحت ترید به 3.6 تقسیم بکنم میشه متر بر ثانیه. اگر هم نمیتونیم با روش زنجیره یا اون روشی که خودم گفتم تبدیل واحد رو سریع انجام بدیم. پس آقا این که میگه 10⁻8 من به 3.6 تقسیم میکنم میشه 3 متر بر ثانیه و 7.2 هم همینطور به 3.6 تقسیم میکنیم. این فقط به خاطر واحد کیلومتر بر ساعتشه. چرا باید تبدیل کنیم؟ چون آخرش چی میخواد؟ متر بر ثانیه میخواد. آقا به راحتی میشه 2 متر بر ثانیه. حالا اینجا دقت کن، من میدونم بچه از A به B رفتم و برگشتم. ببین یه مسیری رو رفتیم یه مسیری رو برگشتیم. روش ما چی بود؟ گفتیم آقا توی این سوالا باید طول هر قسمت معلوم باشه، زمان هر قسمت هم معلوم باشه. من چی میدونم؟ من تندی ها رو میدونم. بچه ها تندی متوسط رفت ما 3 بوده، تندی متوسط برگشت ما 2 بوده، ولی یه چیزی رو مطمئنیم، دوباره به آ برگشته، یعنی طول مسیر رفت با طول مسیر برگشت برابره. ما گفتیم وقتی یه چیزی در مورد این دو قسمت میدونیم بهش عدد میدیم و حتی بهتون گفتم آقا به زمان اعداد کم بدید، به مسیر اعدادی بدید که مضرب 2 و 3 باشه. مثلا بچه ها من مسیر رو میگیرم 6 متری که هم به 3 بخش پذیر بشه هم به 2. این روش هایی بود که توی جزوهتون تو چند قسمتی ها گفتم.
برای اینکه راحت تر باشین. حالا بعدا میتونین با راه حل پاسخنامه هم چک بکنین، کلی پارامتری نوشته. حالا چه تأثیری داره این کار؟ ببین تندی متوسط مگه نمیشد مسیر تقسیم بر زمان؟ خب آقا 6 که مسیره به چند تقسیم بشه میشه 2 به 3، پس زمان برگشت اون میشه 3. آقا تندی من 3، مسیر 6 رو به چند تقسیم کنم میشه 3، زمان رفتمون میشه 2. حالا ببین چقدر باحاله، میگه تندی متوسط کل رو بگو. آقا در کل مسیر 6 تا رفتیم، 6 تا برگشتیم، یعنی 12 متر طی کردیم. زمانمون یه 2 ثانیه، یه 3 ثانیه، میشه 5 ثانیه و جواب به راحتی میشه 2 و 4 یعنی گزینه 4. این بچه سوالای این قسمت که حالا میگه 1/3 زمان رو میریم، نصفش رو میریم، همون رو برمیگردیم، این روش عدد دادنی که بهتون گفتم خب خیلی فوق العاده است و اینکه چه عددی هم بدیم خب باعث میشه راه حلمون کوتاه‌تر بشه. اما بریم سوال 73 که سوال خوبی بود، ما هم شبیهش رو توی جزوه گذاشته بودیم، تمرین کتاب هم شبیهش داریم. بچه‌ها سرعت متوسط میشه خط واصل، یعنی من بیام T1 رو به T2 وصل کنم، ولی برای لحظات بینش هر لحظه خودش یه خط مماس داره. ببین این خط مماس برای لحظه T1، این خط مماس برای مثلا وسطای راهه، این خط مماس، تا اینکه آروم آروم این خط مماس کم میشه. ببین سوال چی میگه؟ میگه آقا سرعت متوسط رو نسبت به کل این لحظات مقایسه کن. ببین این خط آبیه اول نسبت به شروع این که این قرمزه کمی شیبش کمتره، پس ابتدا کمتر بوده، ولی رفته رفته این قرمزه کم و کم و کمتر میشه، در آخر شیب آبیه از قرمزه بیشتره، پس ابتدا کمتره سرعت متوسط نسبت به این. یعنی مثلا بخوام فرض کن اسم اینو بزنیم وی اوریج، اسم اینو بذاریم وی لحظه 1، ما تو جزوه این کارو کرده بودیم، و وی لحظه 2. الان وی اوریج من از وی 1 کمتره، وی اوریج من از وی 1 کمتره و از وی 2 بیشتره. پس ابتدا کمتر از وی هاست و بعدش در پایان بیشتره، پس جواب گزینه 1 میشه. یه جور دیگه هم میتونم بچه‌ها بهتون بگم، اینجا رو گوش کن. مثل نمرات در نظر بگیریم، سرعت طرف رفته رفته داره کم میشه، متوسط طرف انگار یعنی میانگین و معدل طرف. آقا نمرات تو مثلا اینجوری بوده 20 19 18 17 داره نمراتت کم میشه، معدل تو نسبت به نمره اولات که نمره‌های خوبی بود کمتره، از نمرات آخریت که شیبشون دیگه کم شده از اونا بیشتر. اینم یه مدل دیگه. خب بریم سوال بعدی که باز اینم سوال به شدت آسونی بود و باید حل می‌کردیم. میگه آقا در این نموداری که داری می‌بینی 2 ثانیه خلاف محور حرکت کرده. خلاف محور حرکت کردن رو در سوالات قبلی هم گفتم، یعنی رو به پایین، یعنی نزولی بودن، ولی بفهمش یعنی بره پایین. آقا از 8 تا 12 میره پایین، یعنی چند ثانیه؟ یعنی 4 ثانیه. این سوال گفته 2 ثانیه، پس این غلطه. ب میگه در مدتی که خلاف حرکت میکنه، همین 8 تا 12 که گفتم، آیا تندی متوسط صفره؟ بچه تندی متوسط صفر نیست، مسافت تقسیم بر زمان، امکان نداره صفر باشه. آیا متحرک 6 ثانیه متوقف بوده؟ در سوال قبلی هم گفتم هر جا افقی بشه این توقف. نمودار مکان زمان من یادتون بیاد، آقا اینجا و اینجا متوقف شده، یه 4 تا 8 یه 4 ثانیه استراحت کرده، یه 2 ثانیه هم اینجا استراحت کرده، پس آیا 6 ثانیه متوقف شده است؟ بله. میگه در مدت زمانی که متحرک در سمت راست محور X حرکت میکنه. بچه دقت کنین، میگه سمت راست محور X حرکت میکنه، تندی متوسط 70. آقا سمت راست محور X حرکت کردن ببین یعنی چی؟ محور X یه صفری داره، سمت راستش یعنی این طرف، یعنی مکانهای مثبت، پس ترجمه این میشه مکانهای مثبت. دقت کنین نگفته به سمت راست حرکت میکنه، میگه در سمت راست حرکت میکنه، نه به سمت راست. آقا جاهایی که مکانشون مثبته میشه اینجا. چه مسافتی رو طی کرده؟ اول یه 100 تا رفته بالا، بعد که توقف کرده هیچی، یه 100 تا برگشته، میشه 200 تا. زمانش هم 10 ثانیه است که ما اگه تقسیم کنیم میشه 20 و 70 نمیتونه باشه. سوال از ما درست رو میخواد، دقت کن که فقط یک جمله درست داریم، پس جواب گزینه 1 میشه. بریم سوال بعدی که به نظرم سوال خوبی نبود، یعنی سوالیه که از لحاظ فیزیک خیلی مفهوم خاصی نداره، ولی فقط خواسته قیافه سوال رو
سخت نشون بده و ارزش فیزیک به نظرم نداره. ولی حلش میکنم آسون هم حل میشه، ولی یه مدل بیان انگار بدی داره این سوال. میگه نمودار مکان زمان، حداقل من دوستش نداشتم اینجوری بگم، شاید بهتر باشه. میگه نمودار مکان زمان رو بهت دادم بچه‌ها، کمترین و بیشترین سرعت متوسط بین x1 تا x2، حتی از 1 به 2 هم نمیگه، میگه بین x1 تا x2. بچه‌ها ببینین ما چند بار توی x1 بودیم؟ 2 بار. چند بار توی x2 بودیم؟ اونم 2 بار. درست شد؟ حالا من دنبال بیشترین و کمترین سرعت متوسطم. دقت کنیم بچه‌ها، من وقتی دنبال ماکسیموم سرعت متوسطم میشه جابجایی تقسیم بر زمان. بچه هیچ فرقی نمیکنه وقتی هم اسم چی آورده؟ اندازه سرعت. فرقی نمیکنه من هر کدوم از این نقاط رو انتخاب بکنم، حتی از سبز اول به قرمز دوم بخوام برسم، اون یه تیکه‌ای که میرم و برمیگردم خنثی میشه. همیشه این فاصله رو دارم طی میکنم، اسمش رو بذاریم دی. خب جابجایی دست من نیست، همیشه دیه. همیشه تو وقتی بخوای از نقطه مثلا 10 به 15 برسی یا از 15 به 10، این 5 تا دیگه فاصله اول و آخر. اما زمان دست منه. آقا سرعت متوسط الان با زمان رابطه چی داره؟ عکس داره، چون تو مخرجه. پس هر چقدر اگه میخوای سرعتت بیشتر باشه باید دنبال زمان کوتاه‌تری بگردی. بچه‌ها ببینید کدوم نقاط سبز و قرمز فاصله زمانی کمتری دارن. اونایی که نزدیکن، یکی این دو تای اوله که فاصله شون 3 تپریمه، این دو تا فاصله شون 2 تپریمه. خب طبیعتا این میشه دیگه 2 تپریم. حالا همون سوال وقتی از من مینیممش رو میخواد، مینیمم اندازه سرعت متوسط رو میخواد، برعکس بهش نگاه میکنم. دوباره میگم جابجایی که همون دیه. حالا اینجا بیام طولانی ترین زمان قرمز و سبز. بچه دورترینا یا این دوتان که از هم خیلی دورن، یا اون یکی دوتا دیگه، غیر از این که نمیتونن باشن. اگه این دوتا دوره باشه فاصله شون میشه 7 تا تپریم. اگه این دوتا رو در نظر بگیریم میشه 6 تا تپریم. خب تا میخوایم دورترش رو انتخاب کنیم دیگه، پس میشه 7 تا تپریم. همین. ولی به نظرم میگم خیلی این سوال قشنگ نبود. بعد میگه آقا اختلاف این دوتا باید بشه سی. خب آقا من این دوتا رو از هم بخوام کم بکنم، دی بر روی 2 تا تپریم منهای دی بر روی 7 تا تپریم، باید جوابش طبق گفته سوال بشه چی؟ سی. میام یه مخرج مشترک میگیرم 14 تا تپریم. اولی در چند ضرب شده؟ در 7، پس میشه 7 تا دی. دومی در 2 ضرب شده، پس میشه 2 تا دی. پس اگه ساده بکنیم میشه 5 دی بر روی 14 تا تپریم و طبق گفته سوال جواب باید بشه سی. من میتونم ساده هم بکنم، این به این ساده بشه 6. این 14 هم میفرستم اونور، دی بر روی تپریم میشه 14 تا 6 تا. حالا هر چقدر مهم نیست. سوال چی میخواد؟ سوال میگه آقا من سرعت متوسطه بین T2 تا T4 رو میخوام. سوال سرعت متوسط تو این بازه جابجاییش چقدره؟ خب همون دی است دیگه، پس جابجاییش میشه دی که نمیدونم چنده. زمانش رو ببین، فاصله این دوتا یه 4 تپریمه یه 2 تپریم، پس میشه 6 تپریم. خب آقا من جواب اینو قبلا پیدا کرده بودم، دی به تپریم جوابش میشه 14 تا 6 تا. 14 تا 6 تا. اگه به یه 6 مخرجم تقسیمش کنیم، پس به جای این عبارته 14 تا 6 تا مینویسی. یه 6 هم تو مخرج داره، ساده میکنی، جواب 14 میشه. یعنی جواب گزینه 2. ولی من این سوالو نبودم، اینقدر هم حالا تکرار کردم این موضوع رو که متوجه بشین من این سوالو نیستم. خب بریم سوال بعدی. سوال بعدی خیلی سوال خوبی هم بود. میگه آقا متحرک A و B بر روی محور X همزمان از نقطه -3 شروع به حرکت میکنن. آقا جفتشون رو مکان -3 بودن اولش، جفتشون. ببینیم A اول چی کار کرده، B چی کار کرده. آقا این تمرین کتاب آوردم براتون، تمرین 1-1 کتاب، میتونی الان بزنین جلوتون. یه جدولی میداد که تاکیدم کردم تو رو خدا آقا وقتی بهتون سرعت متوسط میده شما جابجایی به دست بیارین. وقتی میگه سرعت متوسط توی 3 ثانیه اول و دوم به ترتیب 5 و -3، من میدونم یعنی جابجایی به زمان که زمانمون هم 3 ثانیه اول 3 ثانیه دوم، کلا 3 ثانیه است. نتیجه گیری جابجایی تو یه 15 تای مثبته
و بعدش یه نقطه منفی. پس تو اول 15 تا میری جلو، حتی میتونی بگی به چند میرسی؟ به 12 میرسی، 15 تا بری جلو، بعد 9 تا برمیگردی عقب، از 12 9 تا برگردی عقب به چند میرسی؟ به 3. پس مکان پایانی آ میشه x مساویه با 3. اما همین در مورد b تکرار شد ولی با 2 تا عدد متفاوت. آقا منفی 6 میشه جابجایی به زمان و 2 میشه جابجایی به زمان. بچه‌ها جابجایی این اولی میشه منفی 18، دومی به زمان 3 ثانیه میشه مثبت 6. یعنی b ابتدا 18 متر میره عقب، میرسه به منفی 21. از منفی 3 که هر دو شروع کردن 18 تا میره عقب، بعدش 6 تا میاد جلو، 6 تا بیاد جلو میرسه به منفی 15. پس مکان پایانی این منفی 15. حالا سوال پرسیده بود چی؟ پرسیده بود آقا این دو نفر در لحظه 6، یعنی بعد از اون 2 تا 3 ثانیه، فاصله شون چقدره؟ خب این تو مکان 3 قرار داره، این تو مکان منفی 15، پس چقدر فاصله دارن؟ 18. یه جور دیگه هم میشد بگیم جابجایی این در کل چقدره؟ مثبت 6. جابجایی این در کل چقدره؟ منفی 12. پس هر دو از یه نقطه شروع کردن، این 6 تا رفته جلو، این 12 تا رفته عقب، چقدر بینشون فاصله است؟ 18 تا. خیلی سوال روتین و خوبی هم بود. بریم سوال بعدی که این سوال هم با سوال خیلی خوبیه و به نظرم بچه این تیپ کنکوره. من سر کلاسم بهتون این سواله رو گفتم مهم که چند تا بازه رو پشت سر هم بده. آقا دوباره همون نکته، وقتی میگه سرعت متوسط در 4 ثانیه اول، یعنی از 0 تا 4 تو میدونی سرعتت برابره با 3، زمان 4، جابجایی رو من نمیدونم، جابجایی به راحتی به دست میاد 12. در 4 ثانیه دوم یعنی از 4 تا 8. آقا طبق گفته سوال سرعت متوسط منفی 1.5، جابجایی رو نداریم ولی زمان رو که میدونیم 4 ثانیه است، به راحتی جابجایی من به دست میاد منفی 6. و در بازه 2 ثانیه پنجم 2 5 تا 10 تا یه 2 تا بیا عقب، یعنی 8 تا 10 ضرب میکنی به اندازه ثانیهش میای عقب. آقا چی گفته؟ گفته برابر با 2 است، جابجایی رو نداریم ولی زمان رو که داریم 2، پس جابجایی چقدر میشه؟ 4. حالا سوال چی میخواد؟ میگه در کل 10 ثانیه، یعنی از اولش تا آخرش، در کل این 10 ثانیه تو یه 12 تا میری جلو، 6 تا بر میگردی، سرعت هم میخوام جابجایی با علامت، 6 تا بر میگردی میشه مثبت 6، 4 تا اضافه میکنی میشه 10. زمانت هم که 10، پس جواب به راحتی 1 میشه. 1 مثبت هم هست چون در کل جابجایی ما مثبت. سوال بعدی میگه شکل مقابل سرعت متوسط در بازه 0 تا 5 چند برابر سرعت لحظه‌ای؟ خب بچه‌ها سرعت متوسط 0 تا 5 رو با 2 روش میشه رفت. میشه با خط واصل رفت، یعنی بیایم نقطه اول رو به نقطه آخر وصل کنیم، بگیم آقا عمودیش میشه از 6 تا 14 میشه 8، افقیش میشه 5. و توی سوال دقت کن اندازه نگفته، منفی هم هست. چی بگم؟ این یه روش هم میتونی وصل نکنی، بیای بگی آقا من جابجایی رو میرم، بگو آقا از 14 تا 5 چقدر رفتی پایین؟ میگم یه 9 تا رفتم، از 14 یه 9 تا رفتم پایین، بعد دوباره اومدم بالا از 5 تا 10 یه 5 تا رفتم، بعد دوباره از این 10 رفتم تا 6، یعنی یه 4 تا کم کردم. که اگه دقت بکنی اینو حساب بکنی میشه منفی 4 با منفی 4 میشه منفی 8، پس فرقی نداره. ولی وقتی میگه سرعت لحظه 5، این دیگه قطعا یه خط مماسی دارد، شیب اون خط هم منفیه، عمودی اون خط 6، افقی 2. به راحتی منفی با منفی میپره، دور در دور 2 8 تا 16 تا 6 5 تا هم 30 تا. حالا میتونیم سادهش هم بکنیم که تو گزینه‌ها پیداش بکنیم، به 2 ساده بکنیم میشه 8، به 2 ساده بکنیم میشه 15. پس به راحتی جواب گزینه 4 میشه. پس فقط باید میدونستیم لحظه ای یعنی چی، متوسط یعنی چی، خیلی چیز عجیب غریبی هم نداشت. اما سوال بعدی که تکراری بود، دقیقاً هم ما تو جزوه شبیهش رو حل کردیم. اختلاف دوباره تندی متوسط و سرعت متوسط رو میخواست.
با این تفاوت که تو سوالای اوایل آزمون اعداد همه معلوم بود، یعنی قشنگ نوشتیم 80 تا این 60 تا اون از هم کم کردیم. اینجا میدونی 7 تا رفته 7 تا برگشته، اینم x تاست. سوال وقتی اولش میگه تندی متوسط یعنی چی؟ یعنی مسافت به زمان، یعنی بدون علامت همه رو جمع کن، 14 به اضافه x به زمان. سرعت متوسط این 7 و 7 با هم خنثی میشن، x میمونه به زمان. بچه‌ها x قابل محاسبه نیست، ولی وقتی سوال از ما اختلاف این دوتا رو میخواد چقدر بیشتر است یعنی اختلافشون، چند برابر یعنی تقسیمشون. تو کلاس گفتیم اینو. وقتی این دوتا رو از هم کم میکنیم x ها با هم میره، میشه 14 هم و جواب میشه 1. دقیقاً هم تو کلاس همین اعداد اتفاق افتاد. و اما سوال آخر آزمون، سوال به من میگه نمودار مکان زمان دو تا متحرک آ و بی رو بهت دادم، تو بگو در مورد 0 تا t یعنی تا آخرش کدوم قطعا درست. آقا تندی متوسط این دوتا برابره، میشه مسافت به زمان. آقا این 30 تا اومده بالا، اون برعکس 30 تا اومده پایین، پس مسافت ها یکیه، زمان ها هم که میبینی یکیه، پس بله برابر است. به بچه تله داره سوالش، سرعت متوسطشون برابر نیست. اگه میگفت اندازه سرعت چرا برابر بود؟ چون جابجایی یکی میشه منفی سی، اون یکی میشه مثبت سی. بازی با کلمات توی فیزیکه. میگه جابجایی دو متحرک در بازی 0 تا 3 برابر است. دوباره بچه به همون دلیل 0 تا 3 یکیشون میاد بالا یکیشون میره پایین، اصلا نمیتونن با هم برابر باشن، نیازی اصلا به حساب کتاب هم نیست. اما رو دقت کن با کلمات درست داره رفتار میکنه. اندازه جابجایی، میگه اندازه جابجایی دو متحرک در بازه زمانی 0 تا t برابر است. بله، از 0 تا t این 30 تا میره، اونم 30 تا میره، این بالا میره اون پایین، ولی اندازه هاشون با هم برابر است. مورد آخر میگه آقا اندازه سرعت متوسط برای b در بازه 0 تا 2 نصف سرعت متوسط 2 تا 6 است. آقا اصلا نمیدونم 0 تا 2 کجاست، 2 تا 6 کجاست. یه جمله توی کتاب درسیتون بچه‌ها داریم که در چه صورتی سرعت متوسط با تک تک لحظات برابره. حالا جلوتر در تیترهای بعدی اصلا میخونیم این سرعت ثابته. توی سرعت ثابت بچه‌ها سرعت متوسط همه بازه هاش با هم برابره. وقتی یه نفر شیب خطه، ببین هر دو نقطه ای رو که وصل کنی فرقی نمیکنه، شیب اونا با هم برابره. پس اینو یاد بگیرین، وقتی نمودار به صورت خطی با شیب ثابت باشد سرعت متوسط همه بازه ها و لحظه ای ها همه با هم برابرن. متوسط 2 ثانیه اول با 4 ثانیه آخر، متوسط این با لحظه فرض کن فلان، مهم نیست. وقتی طرف یه خط ثابته تمام مدل های سرعتش با هم برابرن، چه متوسط هاش چه لحظه ای هاش. پس این سوال به من گفته این نصف اونه، نه به هیچ عنوان بدون بررسی نه. چرا نه؟ حالا اگه بخوام با راه حل بگم، میگم تو اگه بخوای 0 تا 2 رو پیدا کنی و به هم وصل کنی و از اون طرف 2 تا 6 رو وصل کنی، شیب این نصف اون یکی نمیشه، یه شیب خواهد داشت. سوال میگه چند تا مورد درسته که ما 2 تا مورد درست پیدا کردیم، پس جواب گزینه 3. امیدوارم براتون حالا تحلیل قابل استفاده و مفید بوده باشه. یکم ریتممون سریع بود که خیلی خسته نشین و فقط سوالاتی که ایراد دارین رو ببینین. امیدوارم که براتون قابل استفاده و مفید بوده باشه. خسته نباشین.